خوش اومدید. امشب قراره با هم ببینیم که پرواز مشهد تهران چجوریه. اینجا فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی نژاد مشهد هست. امشب ما به سمت تهران پرواز داریم. پس سابسکرایب یادتون نره و تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید. فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد دارای دو سالن پروازهای خارجی و پروازهای داخلی هست. این سالن که اینجا مشاهده می‌کنید سالن پروازهای خارجی هست، ولی ما در حال حاضر باید بریم سمت سالن پروازهای داخلی چون به تهران پرواز داریم. این هم سالن پروازهای داخلی هست که جلوتر بریم با جزئیات بهتون نشون میدم. این هم ترمینال 3 فرودگاه شهید هاشمی نژاد هست که مخصوص حجاج هستن، افرادی که از مکه میان و از این سالن ورود و خروج میکنن. اینجا هم پارکینگ فرودگاه شهید هاشمی نژاد هست. اگه میخواید کامل در مورد فرودگاه شهید هاشمی نژاد بدونید، از لینکی که بالای صفحه گذاشتم ویدیوهای فرودگاه شهید هاشمی نژاد رو کامل ببینید. خب دوستان، تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید که یک ویدیو خیلی جذاب با هم داریم. خب این هم تاکسی هایی هستن که جلوی در فرودگاه وایسادن منتظر مسافر. تعدادشون هم کم نیست. خب دوستان، توی پرواز امروز با آقا داریوش هستیم، یکی از یوتیوبرهای خفن که لینک پیجشون پایین میذارم. بریم با هم ادامه ولاگو داشته باشیم. خارج نشیم. خب اینم تو کفشاش من چی پیدا کردم، دمپایی پوشیده. گفتن بعد کفشاتو بذاری تو دستگاه. خب اینم سالن داخلی پروازهای داخلی فرودگاه مشهد هست. فروشگاه صنایع دستی. این هم زعفرونه. اینم اطلاعات پرواز ما 23:50 هست. ما پروازمون متاسفانه نیم ساعت تأخیر داره. حالا نشستیم اینجا، گفتیم با هم یک فیلمی نگاه بکنیم. خب بالاخره کانتر ما باز شد، داریم میریم وسایلمون و چمدونامون رو بدیم برای بار. خب ما کارت پروازمون رو هم گرفتیم، حالا وقتشه که کم کم بریم آماده سوار شدن به هواپیما بشیم. ساعت 11 شبه، از شلوغی اول شب کم شده، هوا هم خیلی عالیه. اینجا مکس برداری ممنوعه دیگه، نمیشه فیلم گرفت فعلا. اینجا هم یک مینی کافی شاپ توی فرودگاه هاشمی نژاد مشهد. خیلی خلوته الان، با اینکه به سختی بلیت پرواز گیر آوردیم و مشهد شلوغه، ولی این وقت شب الان خیلی خلوته.
رسیدیم تهران. سابسکرایب رو فراموش نکنید. امیدوارم از دیدن این ولاگ لذت برده باشین. چند ثانیه دیگه هم این ولاگ ادامه داره تا آخرش ولاگ رو ببینید. دوستان این ولاگ به پایان رسید. سابسکرایب رو فراموش نکنید، لایک، کامنت. یک ویدیو کامل هم در مورد فرودگاه مهرآباد تهران میذارم، اون رو هم بعداً ببینید. فعلا خداحافظ.